به کانال آموزش زبان‌های آلمانی و انگلیسی اند زبان خوش آمدید. پنجمین جلسه آموزش مکالمه انگلیسی در 7 روز، سطح A2. سلام دوستان، امیدوارم هر جا که هستین انرژی لازم رو برای دیدن این ویدیو داشته باشین. یکی از عبارت‌های فوق‌العاده کاربردی در مکالمه: What do you think? What do you think? نظرت چیه؟ چی فکر میکنی؟ پس هر وقت خواستیم نظر شخص مقابل رو بپرسیم میتونیم از این عبارت استفاده کنیم. What do you think? و اگر خواستیم نظر شخص مقابل رو درباره یک چیز خاص بپرسیم در ادامه میتونیم از حروف اضافه about و یا of استفاده کنیم. چند تا مثال: What do you think of the film? What do you think of the film? نظرت درباره فیلم چیه؟ What do you think about the film? What do you think about the film? نظرت درباره فیلم چیه؟ What do you think of the car? What do you think of the car? نظرت درباره ماشین چیه؟ What do you think about the car? What do you think about the car? نظرت درباره ماشین چیه؟ یه عبارت کاربردی دیگه: Do you think؟ جای خالی. Do you think؟ جای خالی. و یا Do you think that؟ Do you think that؟ استفاده از that اختیاریه. فکر میکنی که... چند تا مثال: Do you think that he will win? Do you think that he will win? فکر میکنی که او پیروز بشه یا او برنده بشه؟ Do you think that they will come? Do you think that they will come? فکر میکنی که اونا بیان؟ حالا همین جمله ها و عبارت ها رو میتونیم در زمان گذشته هم استفاده کنیم که در اون صورت باید از did به جای do استفاده کنیم و جمله‌ای که در ادامه میاد باید مربوط به زمان گذشته باشه. چند تا مثال: What did you think of the film? What did you think of the film? نظرت در مورد فیلم چی بود؟ What did you think? What did you think? نظرت چی بود؟ چی فکر می‌کردی؟ Did you think they would come? Did you think they would come? فکر می‌کردی که اونا بیان؟ همونجور که می‌بینید یک جمله در زمان گذشته هستش. از did استفاده کردیم و در ادامه از would که گذشته will هستش. پسوندهای ed و ing، پسوندهایی که در انتهای صفتها ظاهر میشن. صفتهایی که در انتها پسوند ed دارن برای افراد استفاده میشن و صفتهایی که در انتها پسوند ing دارن برای اشیا. چند تا مثال: interested، interesting، interested، interesting. interested به معنای علاقه‌مند، interesting به معنای جالب. I am interested in the book. I am interested in the book. من به این کتاب علاقه‌مند هستم. شما دارین در مورد خودتون صحبت میکنین، شخص خودتون. به همین دلیل از صفت interested که پسوند ed داره استفاده کردیم. The book is interesting. The book is interesting. کتاب جالبه. حالا داریم در مورد خود کتاب صحبت میکنیم، یک شیء. به همین دلیل از صفت interesting که پسوند ing داره استفاده کردیم. Tired، tiring، tired، tiring. Tired به معنای خسته، tiring به معنای خسته کننده. The runner was tired. The runner was tired. دونده خسته بود. دونده به عنوان یک فرد. به همین دلیل از صفت tired که پسوند ed داره استفاده کردیم. The game was tiring. The game was tiring. بازی خسته کننده بود. حالا که دیگه در مورد یک فرد صحبت نمی کنیم از صفت tiring که پسوند ing داره استفاده کردیم. Worried، worrying، worried، worrying. worried به معنای نگران، worrying به معنای نگران کننده. I was worried when I heard the news.
I was worried when I heard the news. وقتی که اخبار رو شنیدم نگران بودم یا نگران شدم. The news is very worrying. The news is very worrying. اخبار خیلی نگران کننده هستش. Disappointed. Disappointing. Disappointed. Disappointing. Disappointed به معنای ناامید. Disappointing به معنای ناامید کننده. He was disappointed because he failed the exam. He was disappointed because he failed the exam. او ناامید بود چون که امتحانو رد شده بود. The exam result was disappointing. The exam result was disappointing. نتیجه امتحان ناامید کننده بود. یه اشاره کوتاهی هم داشته باشیم به اعداد شمارشی و ترتیبی. اعدادی مثل 1 2 3 4 5 6 و الی آخر اعداد شمارشی نامیده میشن، بیانگر تعداد هستن. و اما اعدادی مثل first, second, third, fourth, fifth, sixth و الی آخر اعداد ترتیبی نامیده میشن. هر زمان که ترتیب مهم باشه یا ترتیب وجود داشته باشه از این اعداد استفاده میکنیم که اغلب به همراه حرف تعیین د استفاده میشن. the first, the second, the third و الی آخر. یه مثال ساده برای شفاف کردن موضوع. two books. two books. 2 تا کتاب. ما در این عبارت از یک عدد شمارشی استفاده کردیم. two books. میخواییم تعداد رو مشخص کنیم. چند تا کتاب؟ 2 تا کتاب. two books. the second book. the second book. دومین کتاب. اینجا دیگه در مورد تعداد صحبت نمی کنیم. نمیخوایم بگیم چند تا کتاب. میخوایم فقط ترتیب رو مشخص کنیم. دومین کتاب. The second book. از یک عدد ترتیبی استفاده کردیم. یه نکته، در زبان انگلیسی چیزی به نام چندم یا چندمین وجود نداره. یعنی نمیتونیم از یک کلمه خاص برای پرسش درباره اعداد ترتیبی استفاده کنیم. ولی طبیعتاً عبارتهای جایگزینی وجود دارن که به وسیله اونها میتونیم منظور خودمون رو برسونیم. ما قبلا یک ویدیو در مورد اعداد ترتیبی و چندم یا چندمین در زبان انگلیسی ساختیم که توصیه میکنم اون ویدیو رو هم از دست ندین. لینکش رو این بالا میذارم. قید و صفت در جمله. ما از صفت اغلب برای توصیف یک اسم استفاده میکنیم و از قید اغلب برای توصیف فعل. چند تا مثال. My English is good. My English is good. انگلیسی من خوبه. I speak English well. I speak English well. من خوب انگلیسی صحبت میکنم. همونجور که میبینید توی ترجمه هر 2 تا جمله کلمه خوب رو پیدا میکنید. good به معنای خوب، well هم خوب یا به خوبی. حالا فرق این 2 تا جمله چیه؟ توی جمله اول ما یک اسم رو توصیف کردیم. استفاده از صفت good. پس با استفاده از صفت good ما اطلاعات بیشتری در مورد یک اسم میدیم. حالا اسم توی این جمله چیه؟ My English. My English. انگلیسی من. به عنوان یک اسم. صفت good اطلاعات بیشتری در مورد این اسم میده. چه چیزی خوبه؟ انگلیسی من. My English is good. حالا توی جمله دوم ما با استفاده از قید well اطلاعات بیشتری در مورد فعلمون میدیم. فعل جمله چیه؟ speak. I speak English well. well به معنای خوب یا به خوبی. پس این قید well اطلاعات بیشتری در مورد فعل ما میده. فعل صحبت کردن. I speak English well. یه نکته کاربردی. زمانی که از صفت استفاده میکنیم اغلب فعلهای to be ظاهر میشن. فعلهایی مثل am, is, are, was, were. ولی زمانی که در جمله یک فعل اصلی داریم مثل فعل speak از قید استفاده میکنیم. در بیشتر موارد به این شکله. یه مثال دیگه.
He is a quick learner. He is a quick learner. او یک یادگیرنده سریع هستش. یعنی شخصی که مطالب رو خیلی سریع یاد میگیره. quick به عنوان یک صفت و learner به عنوان یک اسم. learner یادگیرنده، quick سریع. این صفت داره یک اسم رو توصیف میکنه. A quick learner. He learns quickly. He learns quickly. او به سرعت یاد میگیره. توی این جمله ما قید داریم quickly که فعل رو توصیف میکنه. فعل learn به معنای یاد گرفتن. چجوری یاد میگیره؟ به سرعت. پس این قید فعل learn به معنای یاد گرفتن رو داره توصیف میکنه. البته در بعضی از موارد قید و صفت از لحاظ ظاهری شبیه هم هستن، عین هم هستن. به عنوان مثال Life is hard and I work hard. Life is hard and I work hard. زندگی سخته و من سخت کار میکنم. توی جمله اول Life is hard hard به عنوان یک صفت استفاده شده. داره اسم life رو توصیف میکنه. همونجوری که میبینید فعل to be هم ظاهر شده. و اما در جمله دوم hard به عنوان یک قید استفاده شده. داره فعل work رو توصیف میکنه. I work hard. من سخت کار میکنم. پس قید hard داره فعل work رو توصیف میکنه. همونجور که میبینید ما توی این جمله 2 بار از hard استفاده کردیم. یک بار به عنوان صفت که کلمه life رو داشت توصیف میکرد و یک بار به عنوان قید که فعل work رو توصیف کرد. توصیه میکنم ویدیوی قبلی ما در رابطه با اجزای جمله مثل فاعل، فعل، مفعول، قید و صفت رو از دست ندین. یکی از کامل ترین ویدیوهای موجود در یوتیوب هستش. لینکش رو این بالا میذارم. مقایسه good, better, the best. good, better, the best. خوب، بهتر، بهترین. وقتی میگیم بهتر داریم مقایسه بین 2 چیز یا 2 فرد رو بیان میکنیم و وقتی میگیم بهترین the best مقایسه بین چند چیز یا چند فرد هستش. bad worse the worst. bad worse the worst. bad بدتر بدترین. big bigger the biggest. big bigger the biggest. بزرگ بزرگتر بزرگترین. short shorter the shortest. short shorter the shortest. کوتاه کوتاهتر کوتاهترین. البته بعضی از صفتها که صفتهای طولانی تری هستن شکل ظاهریشون در حالتهای مقایسه‌ای یک کمی فرق میکنه. از more و most استفاده میکنیم. به عنوان مثال interesting interesting که یک صفت نسبتاً طولانی محسوب میشه. در حالتهای مقایسه‌ای more interesting the most interesting. جالب جالبتر جالبترین. expensive expensive گران. more expensive the most expensive گرانتر گرانترین. 1-2 تا مثال رو با هم مرور کنیم که موضوع برای ما کاملا روشن بشه. This house is clean. This house is clean. این خونه تمیزه. ما از صفت clean استفاده کردیم. صفت clean در حالت عادی و نه در حالت مقایسه‌ای. This house is cleaner. This house is cleaner. این خونه تمیزتره. حالا تو حالت مقایسه‌ای استفاده کردیم. cleaner تمیزتر. This house is cleaner than our house. This house is cleaner than our house. این خونه تمیزتر از خونه ما هستش. باز هم یک جمله مقایسه‌ای با این تفاوت که این بار یک جمله کاملتری داریم. اون 2 تا چیزی که می‌خوایم مقایسه کنیم رو توی جمله ذکر کردیم. This house is cleaner than our house. در این حالت از than استفاده می‌کنیم به معنای از.
و حالت تفضیلی که مقایسه بین همه چیزها هستش. This house is the cleanest. This house is the cleanest. این خونه تمیزترینه، یعنی تمیزتر از هر خونه دیگه ای. مقایسه بین همه چیزها. She is happy. She is happy. او خوشحال هستش. She is happier. She is happier. او خوشحالتر هستش. یک جمله مقایسه ای. She is happier than me. She is happier than me. او خوشحالتر از من هستش. هر دو فرد رو بیان کردیم. مقایسه بین دو فرد. She is the happiest. She is the happiest. او خوشحالترینه. مقایسه بین همه افراد. This car is expensive. This car is expensive. این ماشین گرونه. استفاده از صفت expensive در حالت عادی و نه در حالت مقایسه‌ای. حالا حالت مقایسه‌ای. This car is more expensive. This car is more expensive. این ماشین گرونتره. استفاده از صفت expensive در حالت مقایسه‌ای. چون صفت expensive کمی طولانی هستش، ما از more استفاده کردیم. More expensive. This car is more expensive than mine. This car is more expensive than mine. این ماشین گرونتر از ماشین منه. This car is the most expensive. This car is the most expensive. این ماشین گرونترینه، یعنی از همه ماشینا دیگه گرونتره. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. هر جا که هستین سالم و سلامت باشین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.